یو به سلامتون توی خونه به چنل خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. اسم من هیوا است و امروز قراره با هم دیگه بشینیم یکی از برنامه‌های نوستالژی و ناب روزگار به اسم شعر یادت نره رو دوباره با هم دیگه ببینیم یا همون ریویو کنیم. قبل اینکه بریم برای ادامه ویدیو خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید که در آینده اگه من ویدیو گذاشتم اگه که 100% براتون ویدیو میذارم متوجه بشید و زودتر از همه بتونید ببینید. و خوشحال میشم که برام کامنت بذارید چون ممکنه که سابسکرایبتون بپره، چون یوتیوب به خاطر فیلتر شکنی که میزنیم فکر میکنه که شما رباتین سابسکرایبتون رو برمی‌داره. دمتون گرم. برو بریم برای ادامه ویدیو. لیتس گو. برو بریم. سهر موی مرانون موقع سهرم بود برگم امید بخون و از این نترس که شعر یادت بره. اگه اشتباه کنی جایزه دستت میپره. شاد و پر انرژی باش قصه ها رو یادت بره. بگو شعر یادت نره. بگو شعر یادت نره. شما شعر یادت میره. نه یادم میره. شما شعر یادت میره. الان میره از بین تماشاچی‌ها همینجا یه آهنگو میخونن، هر کی که بلد باشه ادامه آهنگو بخونه انتخاب میشه میاد وسط. میگم 4 تا مرحله با هم به رقابت میپردازن سر جایزه $10,000. $10,000 جایزه. اون موقع دلار 3 تومن بود، الان با دلار 50 تومن. صفا باشه آقا، صفا باشه. باشی الان بود. البته به درد اون که نمیخوره، اون که اون کاره. در ما ایرانیان ببینیم چه خبره. کار بلده آهنگا رو بلده. ایوه نازم جاسته نوشته بودی دیدم صدا شیره باشی خروسی شد. سر همینه خانم آقایان 4 شرکت کنندمون رو انتخاب کردیم که مسابقه رو آغاز کنیم سر $10,000 جایزه نقدی از این دوستان. صفا باشه و صفا باشه. $10,000 با ما همراه باشید تا ببینیم کدوم یکی. Let's go. خانومیا نه یادم نمیره. ای بنازم شما قدیمی باز هستین دوستان یا جدید باز؟ قدیمی بازم. آغاز کنیم بیدرنگ با شرکت کننده های عزیزی که اینجا هستن، اما پیش از اون سری به گروه موسیقیمون میزنیم. جادو با صدای خوشی که درش هست. سحر عزیز. سحر جان چطوری؟ قربانشم. درست گفتم سحر. خوبی؟ خیلی ممنونم. مرسی که هستی تو برنامه‌مون. اصلا کلی هوادارهای شما این برنامه دیگه ول میکنن. هی میزنن اول میبینن. مرسی که دوستان عزیز توی خونه بگم هر حس خوبی توی این برنامه ایجاد بشه، حس بداش با من، خوب با من. تو بفرمایید چون مثلش تغرل بوده یه دوست بگم. بعد همه میگفتن بابا تغرل یکی دیگه است. امید کیه؟ نه تغرل یکی دیگه. بعد خودشون اومدن من و تو انقدر مردم گفته بودن مثلا تغرل کیه بود، بیایم نشونش بدین خیلی خفنه و اینا. خود من تو یه صفحه تاریک آورده بود، بعد صدای تغرل میومد میگفت که من اسمم امید نیست و اسمم اینه و در نظر خود امید بود. من خوباش با گروه موسیقیمون جادو که زحمت میکشن واقعا. من یک به یک معرفی میکنم. سحر عزیز دل که دیگه معرفی نمیخواد، همه دوستان میشناسن. عارف گل پسر دوست داشتنی با اون پنجه های شیرینش برامون ویالون میزنه. سیامک عزیزو داریم گیتار میزنه. سیامک جان چطوری؟ قربونت خیلی خوب مرسی.
شهراممون رو داریم. آقا شهرام غلامی عزیز دل با اون شور خاصی که میزنه. به به. بهروزمون رو داریم، یار وفادار من و تو، برامون بیس میزنه، میخونه. صدای سیاه بهروز رو خواهیم داشت در برنامه، همچنان که صدای سحر دوست داشتنی رو داریم. فرهادمون مهمونه تو شهر ما بچه، از یه راه دور اومده برامون کیبورد میزنه. مرسی فرهاد جون. میخوایم برنامه رو آغاز کنیم. من بهتون بگم ساختار این برنامه همونطور که دارید میبینید دگرگون شده. ما یک شرکت کننده داشتیم در دورهای پیشین، اما در این شرکت در سری تازه 4 شرکت کننده در 5 بخش سر جایزه $10,000 به رقابت خواهند پرداخت. آره راست میگه بچه‌ها. کسایی که نمیدونن قبلا که شریادت نره پلی میشد چیز بود، یه نفر رو می آوردن کلا، بعد یه نفر مثلا یه دونه کمک داشت، میتونست زنگ بزنه از یکی کمک بگیره، حالا خود برنامه یه کمک بهش می‌کرد، اینجوری 3 تا مثلا شانس داشت. الان ولی اینجوری نیست، الان 4 نفرم، بین این 4 نفر یکی میره بالا که دیگه از اونجا به بعد. حالا من به زمانش توضیح میدم بخشا چطوری هست و به چه گونه هستش. بریم که بخش نخست رو آغاز کنیم با واژگان درهم، ولی پیش از اون یک به یک آشنا بشیم. خب نامتون روی سینه ها هست، اما خب خودتون هم اگه معرفی کنید خالی از لطف نیست. سامان عزیز. سلام عرض می‌کنم خدمت همه. به روی ماهت. سامان هستم. بله. 1 ساله. سامان با شخصیت. چند وقت اینجایی سامان جان؟ تقریبا 6 سال خورده. 6 سال خورده ایه. بسیار. 31 ساله از لندن. چه سبک موسیقی بیشتر گوش می‌کنی؟ همه نوع سبکی گوش می‌کنم ولی یه سری واسه تو ماشین، یه سری برای دور همه، یه سری برای تو خلوته. تو خلوت چی گوش می‌کنی؟ کلا همه جور آهنگو دوست دارم. تو خلوت یعنی مثلا آقای شمالی تو خلوت فقط ابی فقط ایزاده جلال خالق رو نه دیگه در نمی‌کنی دیگه، در اون ساعت هم دیگه نه کلا، ولی همه آهنگا رو سعی می‌کنم گوش کنم. به این همه راه اومدی کلی آهنگم گوش می‌کنی، چه شود. به به. علیرضای عزیزم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای امید عزیز، حضارین که اینجا تشریف دارن و همه بینندگان خوب شبکه من و تو. بچه به شما گفت سلام. سلام. چند همه با شخصیت. من دقیقاً فکر می‌کنم که 8 ماه. دقیق 8 ماه اگزکتلی. به خیلی هم عالی، تازه اومدی، امیدوارم پیروز باشید. دنبال چه سبک موسیقی بیشتر؟ به مدل موهات که اسپانیش میخوره. فیلیپ سالوادور هم زدی. آقا علیرضا 8 ماه رفتیم، بنده خدا سامان بغل دست چند سال، 8 سال 9 سال رفته بود خارجی حرف نزد، بعد شما گفتی 8 ماه اگزکتلی. 8 ماه فلامنکو میزنم گیتار. دیدی گفتم؟ عرضم حضور گفتم که شغل من جوری هستش که همیشه تو مراسم عروسی و فیلمبرداری عکس و فیلم بودم، یعنی 15 سال این کار من بوده، بغل موزیک بودم 24 ساعته. منتها چون کار ادیت انجام میدم و همیشه هم موزیکا رو روی شعرش هیچ وقت فوکوس نکردی، فقط روی بیساش یا ایناش که اینسرتاشو دراری. بعد علی جان شما سی وی چیزی، رزومه چیزی همراه داری؟ کار 100% بله. دنبال ادیتور فارسی 100% بله. خب اون پشت یادم. اوکی الان که اصلا جاش شروع. خیلی امید عزیز هم نام خودمه. بله در خدمت شما. خدمت از ماست. امید جان چند وقته اینجایی؟ هولوش 3 سال خورده ای. 3 سال خورده ای. خوبه دوستان همه تازه اومدن، امیدوارم دنبال هر هدفی هستید بهش برسید. چه سبک موسیقی گوش می‌کنی؟ زیاد فقط با سنتی و رپ حال نمی‌کنم، یعنی اکثر. یعنی مثلا اگه الان من بگم آهنگ ابر و باران همایون شجریان که به تازگی اومدی بیرون، میگه گوش نمی‌کنم؟ نه گفتم زیاد گوش نمی‌کنی. یعنی آهنگای خاص شجریان جسته گریخته از گوش می‌کنی. بله. تو خلوت چی گوش می‌کنی؟ چی خسته میزنه. بستگی داره فازم چی باشه. این نوار خالی می‌ذاری سردرد نگیری. خب تو ماشین معمولا آهنگای شاد گوش می‌کنم. اصلا میبره آهنگایشات پشت فرمون که سلفی هم بگیری و جریمه بعدش هم. مرسی که اینجایی، ممنون اومدی. خانم عظمت شما بغل این عظمت نامتون به جستتون نمیخوره. بهشم گفتم. آره ای کاش مثلا 3 دوست دیگه بود که شما بالاخره اسمتون رو حریف رشید اینجا وایسادن. ولی حالا دیگه کسی چه میدونه ببینیم چی کار میکنیم. مهم نام شماست بود، اسمش عظمت از همه کوچولوتر بود. عظیم روی سینه‌تون هم نوشته. امیدوارم یه جایزه عظیمم مانند نامتون ببرید، $10,000 رو بردارید مثلا بره. چرا که نه. میخوایم برنامه رو آغاز کنیم. من بهتون بگم دوستان در این بخش واژگان درهم نام داره. دوستان بخشی از متن یک ترانه رو میخونن،
از خوندن و اجرا دست میکشن، یک سری واژه رو نمایشگر ما به نمایش در میاد. شما با توجه به ذهنیتی که از آهنگ دارید برید جلو، بهتر اون واژه گیجتون میکنه. من بگم الان که کمکی کرده باشم همین اول کار. آغاز کنیم برنامه رو با خانم عظمت آغاز می‌کنیم. دوستان یک به یک بشین. پس آهنگ شروع میشه، یه جایی از آهنگ استاپ میشه، رو مانیتور روبروشون چند تا نوشته تیکه تیکه از اون آهنگ میاد، نوبت سرم میشه. اندرش خانم عظمت شما رو نقطه مرکزی اگر بیستین اولین نفر خانم عظمت. ای بنازم. خب در بخش واژگان درهم، آهنگی که برای شما در نظر گرفته شده برای دیدن تو از هنگامه. برای دیدن ترانه‌سرا هما میرافشار، آهنگ از رامین زمانی، تنظیم رامین زمانی و دیوید بتسامو، بازیکن سیاه چرده خیلی هم معروفن. گروه موسیقیمون اگر آماده بودن این آهنگو بنوازن ببینیم چه سرویس امید خیلی زمون داره دراز. وقتی توی کنارم آسمونا بیرنگه، میام به دیدن تو، دنیا با تو قشنگه. برای دیدن تو دست میگیرم فانوس ما، دل اسم راهو میشکنم، میگذرم از شب سیاه به گوش کوه و در و دشت. اسم تو فریاد میزنم که هر جا هستی بشنوی که تنها عاشقت منم. ای بنازم. آفرین. عظمت قوی. عظمت قوی اومد اصلا. شما یه تا رو که گفتی؟ شما گفتی اسم تو فریاد میزنم که هر جا هستی میشه تا هر جا هستی، ولی خب ما قبول میکنیم 5 امتیاز. بفرمایید. امید بودو. خب امید جون بریم. بفهم. آهنگ میترسم از افشین مقدم. رنگش برید. سازنده ها نیست. چرا استاد مفقود الاثرن؟ به هر روی اینم فقر اطلاعاتی که ما تو موسیقیمون داریم. خیلی از کارها خیلی از ترانه‌ها هستش که ما باش خاطره ساختیم، خب نمیدونیم کدوم عزیز نوشته و ساخته. این قدیمی بیشتر که ما داریم. به هر روی امیدوارم این آهنگو بشنوی، حافظت تازه بتونی جای خالی رو پر کنی. گروه موسیقیمون جادو. برو بریم. گریه ستا خانم بنده خدا تو قفص من. من از اون دل سنگه، از اون سینه تنگه، از اون قلب دو رنگه، خدا میترسم آشنا ساینگش یادم نمیاد، شاید نشینم. از اون سرخی لبا، از اون عشق و تمنا، میترسم. من بلد نیستم. گل رو موهات میکاشتم، از اون لبای نازه گل بوسه برمیداشتم. نمیدونم. اما از نگاه اما آغاز میشه. اما حالا از تو و اون، اما حالا از تو و نگاهت میترسم. درسته. اما حالا از تو اون، اما حالا نگاه نازت میترسم. تاشو میدونی وسط گیر کردی. یه نازم داره. ناز نگات میترسم. ناز و ادای نگات میترسم. خب این خط ما اما حالا از تو اون ناز و ادات میترسم. خب اما حالا از تو اون ناز و ادات میترسم. بقیه واژه‌ها هم که این چیز جارو برقی میکنه که اضافه میاره دیگه، اون به کار نمیاد. تمام این واژه اما حالا از تو اون ناز و ادات میترسم، میخوام بگم دوستت دارم، از اون نگات میترسم. سخت بود خدایی. بخش بعد علیرضا بود. سخت بود. آقا میدونم خدا سخت بود. ترانه‌ای که برای تو در نظر گرفته شده علیرضا دوست داشتنی به نام خجالتی از شهرام شب‌پره دوست داشتنی هستش. ترانه همایون هوشیار نژاد، آهنگ از خود شهرام، تنظیم استاد منوچهر چشم آذر. امیدوارم جای خالیشو بتونی پر کنی. آماده ای؟ روح خوبی داره علیرضا. به قول اون گفت سنیشتوره وقتی میاد تو کوچه یا صد میکشن هزار میانگه خیلی سخته. یکی پشت دیوار، یکی میخواد نگاش کنه، یکی میخواد
پیداش کنه یکی میخواد یواشکی بوسه از لباش کنه دارم عجب حکایتی حیف ندارم عادتی چه کنم شکایتی وای از من خجالتی آخه اون یار منه دل و دلدار منه من دلمو بهش دادم و دلشو بده کار منه چه کنم ز روزگار که شد داشتن کمک میگردن. خب این که اصلا قبول نیست، بچه‌ها گفتن. نه اینو میدونستم. اصلا ولش کن. شما بعدش بگو. که شدم عاشق یار صف یاری که براش صف کشیدن 1000 تا خواستگار. آفرین. درسته. ای بنازم. اما اشتباه گفتی. جمله بندی رو درست کن یه بار دیگه بریم. روزگار که شدم عاشق یار اونو که براش چیز دیگه استاد این نه اون چیزه. ای بابا این با این تو این حرف بزن اونو اینجوری کن. که شدم عاشق یار که شدم عاشق یاری که صف یاری که صف کشیدن خواستگارا 1000 تا هزار آفرین تمام 1000 تا خواستگار خون دماغ شدن. سامان بودو دست به جمعون زور شد. سامان اسم میکنم آهنگا رو بیشتر یاری که صف کشیدن خواستگار رو کاشته بزنم دیوار دفاعی بست. خیلی از مازیار آهنگ ایران نام سرزمینمون به به تنظیم عماد رام گروه موسیقیمون جادو. خواهش میکنم. سرم روی تن من نباشه بلکه بیگانه بشه سخت خدایی برای مرحله اولی من دو خدا که من از دست بره جایی ندارم دلم میمیره از واسه دیگه نایی ندارم. آجی من که هیچ من نگاه شما اگه بلدید پیش خودتون بگید دیگه میگم بلدی میگم. به چه آهنگی. مرسی سیامک. سخته آجی. سامان چی شد؟ سامان بنده خدا تخم دو زردینه میگه به جز نام تو ای مام وطن. به من گفتن اولش بگو من یه 3 وجبشو گفتم. به جز نام تو ای مام وطن ای موتن من. تو گوشم میگن دست سامانو بگیر با هم بریم. آوایی ندارم دست در نکنه. این آوایی ندارم درسته ولی اون تعا میاد. به جز این نام وطن یه بیشتر از این تو حوصله برنامه نمی گنجید. به جز نام تو ای مام وطن ای موتن من دگر بر روی لبهای خود آوایی. جدن سخته خدایی نومدی با یه ایبی یا آیده ای خیلی سخته اینا. اینم افتاد خب دوستان خانم عظمت شما 5 امتیاز گرفتین. امید عزیز شما هیچ. علیرضا 5 امتیاز. سامان هم هیچ امتیازی نگرفتم. خب جای نگرانی نداره. بخش بعدی سامان بلده سامان جون گل براتون 15 امتیاز خواهد داشت همخوانی با رقیب که بهش خواهیم پرداخت اما نه الان. درنگی کوتاه میکنیم گلوی تازه برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم. همخوانی با رقیب الان فکرم باید با هم دیگه بکنیم. خب بله بفرمایید تو رو خدا بفرمایید. مرسی دوستان انرژیشون با ما همراه سبب ساز میشه برنامه همچین خوب و پرهیجان رو ببریم جلو. دستون هم درد نکنه. مرسی خیلی ممنونم دوستان. بخش نخست رو پشت سر گذاشتیم. میخوایم در بخش دوم همخوانی با رقیب شانستون امتحان کنیم برای متن ترانه ها. اینجا در 2 گروه 2 نفره میاید با همدیگه به رقابت میپردازید به این گونه که دوستان یک بخش از ترانه رو میخونن. هر جا از خوندن دست کشیدن یکی از شما دوستان طبیعتا خانم عظمت که به من نزدیکتر هستن باید ادامهش رو بخونن. درست یا اشتباه باشه درستش رو دوستان میخونن میرن برای بخش دیگه. بعد نوبت شما میشه. هر کدوم در این بخش 3 بار میتونید شانستون رو امتحان کنید. هر کدوم از این بارها 5 امتیاز میتونه براتون داشته باشه. 3 5 تا 15 امتیاز در این بخش میتونید بگیرید. آماده این؟
خواهش میکنم خانوم بلنشن عظمت تشریف بیارن اینجا نزدیکتر به من. امید عزیز کنارش رو نقطه‌ای که بله به به. میخوایم آغاز کنیم. ترانه‌ای هست از خوش صدای فیلم‌های فارسیمون ایرج عزیز که میخوندن، خیلی با آهنگاشون خاطره داریم. بنازم ترانه سرا بامداد جویباری، آهنگ کیومرث سلیمپور به نام پیرهن جان. سختش بود. گفتم نه خوب نیست. نه خوب نیست. پیرهن صورتی. ایزی منشو بلدم فقط اون ترجیح بندش. حالا ببینیم چی میشه دیگه. دوستان خواهش میکنم. بنازم پیرن صورتی دل منو بردی، کشتی تو منو غممو نخوردی، نشون به اون نشون یادته. گل سبزی روی موهات گذاشتم. نشون به اون نشون یادته. گل زردی. گل زردی روی موهات گذاشتم. الان شما داری سبز ولی یه رنگ دیگهش. سبز. بابا ایزی تر از این. نشون به اون نشون یادته. این خیلی ساده است. گل سرخی. بابا من دارم میگم سبز. گفتی من میرم الان زودی برمیگردم. سخت آجی اینجوش سخت. من میرم زودی برمیگردم. واقعا منم ریدم. بفرمایید شما. منم بلد نیستم. گفتی من میام اون وقت باهات هم سر میگردم. چراغ شام تارم. چشم چراغ هم همیشه چیزی بود. بیا شما بیا. نه بیا. چی یه ذره چی؟ صداش زیاد کنیم؟ اولش نشنیدی کمک می‌خواست. چراغ شام تارم. توی چشم چراغ هم همیشه چیزی بود. شبای لای در وا بود به من اشاره چشم کرد. چراغ هم. بیا بشین کنارم. بیا بمون کنارم. نه چشم توش بیا. چشم انتظارم. آفرین. این چشم چراغ. بیا بشین. نه دیگه بیا دیگه تموم شد. کنارمشو میدونم اون وسط. اون وسط رو گیری. بمون بشین. میگه اونقدر نازت کشیدم تا وای منم گند زدم. چه من استرس گرفتم. تا رفتی تا موندی. نه دیگه میگم رفتی. از کجا رفتی؟ رفتی از کنارم دیگه. تا رفتی از کنارم. اینجا کنارم. وای چقدر اینو قرمزش کنین. اینو قرمز کنین. اینو قرمز این کنین. خیلی راحت داره میگه کنارم. تا رفتی از کنار. آخه گناه داشت. چراغ شام تارم. بیا چشم انتظارم. اونقدر نازت کشیدم تا رفتی از کنارم. بیا این بی‌وفایی رو رها کن. یه دونم چیشی به دل ما کن. همچین چیزی بود. رها کن. بیا این بی‌وفایی رو رها کن. یه نگاهی به دل ما کن. بیا فکری به حال ما. بیا فکری به حال دل ما کن. به حال از شیش در اومدش. بیا فکری به حال دل ما کن. یه سه دارم زار میزنم. چی شده؟ بیا فکری به حال. دارم تقلب بهش میرسونن و دن حرفش سرویس. چی بود اصلا؟ شما من نمیدونم این تکنیکو از کجا داری. یه چشه به من یه چشه به من. فعلی گفتم. خیلی کار سختیه ها. اصلا سخته. گفتم آجی دارم تقلب قرمز کنین. قرمز لطفا. مرسی. زار ما کن. دایی سخت بود آهنگا. تو گفتی آشناییمون خطا بود. الان آهنگا میگه چی میگه؟ آره دوست دخترت خوابیدم. آره پول مواد مخدر. الان آهنگا اینجوریه. موقع خدایی سخت بوده. من یه کاری کردم تو هم بیا همون کار رو انجام بده. مضمونش اینه. چی شد؟ مضمونش اینه. زار ما کن. تو گفتی آشناییمون خطا بود.
بابا خدایی سخته. من یه کاری کردم بنده تو هم خدا پیر انجام شد. بده. مضمونش اینه. شما گفتین تو هم بیا خطا کن. واقعا این آهنگ حفظ خطا کردم. فقط پیرن صورتیشو بلدم. دست درد نکنه حاجی، خیلی فشار آوردی. من ممنونم. عالی بود. بله خیلی ممنونم. بفرمایید دوستان بفرمایید. گل کاشتن واقعا عالی بودین. علیرضا و سامان عزیز باز عظمت خوب بود. یعنی من خون گریه میکردم حال هزار رو شما نمیگفتی. آهنگی هستش به نام قسم به تو از لیلا فروهر، ترانه سرا اسماعیل نواب صفا، آهنگ و تنظیم از انوشیروان روحانی. آماده این؟ ای بنازم شلنگ تقریه میندازم. سخته 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 که همه که هلو جان خوبی؟ که همه که هست. نه نگاه نمی کنم من دوستان این نه اولش چو داره. چو دوستات این برن؟ آره. چو چشمه آب اینه بدن به پای تو چو آتیش یه چشمه جنونه. بلش کنم. تو چشم ما به هم رسد تو روی یک ستاره است. خدایی سخته آجی. قبلا آسون‌تر بود. این چه خوشحال اون بلد نیم. سخت بود خود بشنان. میگه عمرن. هیچ بریم بچه. این حتی هم قافیه هم نیستن. تو بگی مثلا هم قافیه است یا رو بتونه راحت بگه. اصلا خیلی هر کلمش یه چیزه. یعنی بکشا بیا که بکش. بیا بکش به زنجیرم. بیا بکش. دو تا فعل پشت هم میشه جمله. آها بکش به زنجیرم. خب آفرین. بکش به زنجیرم که بی تو میمیرم. باید ربطی داشته باشه به همه چیز هم همه کس هم. دو واژه باید بگی. دردن همین. یکیشم از دربند بودن و محبس بودن و بسته شدن به جایی و دیگه چی جوری بگم دیگه. اسیر و آها فکر کنم درسته. اسیر و دلگیرم. اسیر و بزن اسیر و اسیر تدبیرم. فنا پذیرم همیشه من خودی خوب میخونتش آهنگ خیلی سخت. بیا یه بیا. این بیا رو گرفتی دستت هر جا خالی بیا میذاری توشا. همیشه غمگینم. بزن بریم دیره. چه ربطی داره؟ غم تو اسیرم؟ نه غم تو درگیرم. لگت میشه کاریش کرد. گیرم غمت اسیرم میبینی. غم درگیرم. بریم غم تو تسکینم. دو کلمه یا به بالینم. بعد داره خواهش میکنه یه اتفاقی نیفته. من اینجا میرفتم باز خوب آجی اینه در امتیاز گرفتم. من با همون صفر میمدم بیرون. نشنید من امیدم. من سامانم. اصلا صفر. حفظ نکردم. نه نزار بمیرم. آفرین. میگه مثلا آهنگ تیکاش فرق میکنه آجی. بفرمایید بچه. گرفتیم ولی خب 5 امتیاز گرفت. من 5 امتیاز گرفت کامل. تا به اینجای کار خانم عظمت کنم 10 امتیاز یا 5 امتیاز در مرحله پیشین گرفتین. 5 امتیاز هم اینجا گرفتین شدین 10 امتیاز. امید عزیز هیچ امتیاز نداشتی. هیچی هم اینجا نگرفتی. همون هیچ هستی. امیدوارم در این بخش جدید بتونی جبران کنی. علیرضا 5 تا گرفت. 5 تا داشت. 5 تا اینجا گرفت. 10 امتیاز. سامان عزیزمون هم که اینجا 5 تا گرفتی. هیچ امتیاز هم نشه. اون 5 امتیاز هستی. میخوایم بخش سوم رو آغاز کنیم. بخش بی کلام یا همون کروکی. اما پس از استراحت کوتاه برمیگردیم با ادامه برنامه با شما دوستان. Let's go.